روزی استراحتی یکشنبه باز یک حادثه ناخوش را نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده در شهر خوجند به قید گرفتند. تخمینا مرد 60 ساله خود را از پل جشنی شهر خوجند به دریا پرتافته است. از بس که هوا سرد است و آب دریا نیز خیلی سرد می باشد، این مرد به هلاکت رسیده است. تخمیناً پس از ساعت 10 یک مرد از پل جشنی خود را به دریا پرتافته است. این حادثه روز 18 فوریه به قید گرفته شد. هرچند نجات دهندگان شعبه ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی در شهر سری وقت به جای حادثه رسیدند، اما دیر شده بود. زنگ تلفنی شد و به برامدیم یک کس پل جشنی خودش را پرافته است. یک مردی کلان سال، همین تقریبا 60 ساله. رفتیم رویم که وجه مردگی بوده است. گفته برامدیم ادای رو. موافق معلومات‌های پیشکی مرد تقریبا 60 ساله ساکن شهر خوجند بوده است. این حالت‌ها یعنی از بالای پل پرتافتن ساکنان در شهر خوجند باری اول نبوده، همه ساله نوبسته از سردی و گرمی به چشم می‌رسد. موافق معلوماتی که ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی در نشست مطبوعاتی پیشنهاد کرده بود، دوم سال 2023 55 حالت غرق شوی به قید گرفته شده است که بین آن با مقصد خودکشی و سوء قصد به جان خود نیز موجود می باشد. گزارش مفنوشکور و نعیم جان ایوباف برای برنامه اطلاعاتی خبر.